قدیمیان میگفتن که روزه‌دار خوابش هم ثواب داره. این یک واقعیت علمیه. شما شکم خالی نگه دارین، عین 12 ساعت رو بخوابین، از منافعش بهره مند میشین. پروفسور والتر لانگو، یکی از برجسته‌ترین محققین دنیا، در زمینه روزه میگه که در وضعیت گرسنگی شدید ارگانیسم، یعنی موجود زنده، در وضعیت highly protected، بسیار حفاظت شده، شدیداً حفاظت شده قرار میگیره بدن و سن افزایش پیدا نمیکنه. برای همین ضریب طول عمر میره بالا. ضریب طول عمر میره بالا. برای همینه که وقتی ما کمتر میخوریم بیش از حدود 30% یا بیش از 30% طول عمر بیشتر میشه. روزه در بیماران سرطانی به شدت از سلولهای سالم محافظت میکند، به گونه‌ای که حتی با ترکیبی از داروهای بسیار قوی امکان پذیر نیست و سموم حاصل از شیمی درمانی و سلولهای سرطانی رو از بین میبره. شاید الان بهتر بتونیم جمله ابن سینا رو که 1000 سال پیش گفته رو درک کنیم: به سرطان تیغ نزنید چرا که وحشی می شود، به سرطان گرسنگی دهید تا درمان شود. پیامبر گرامی اسلام فرموده اند که این جمله جالبه: معده خانه همه درد هاست و امساک یعنی غذا نخوردن، پرهیز از خوراک، بالاتر از همه داروهاست. عیسی مسیح فرموده اند که فقط با روزه و دعاست که شیطان دست از سر شما برمی دارد. مهاتما گاندی گفته است روزه واقعی بدن، ذهن و روح را پاک می کند. افلاطون گفته است من برای کارایی بیشتر جسمی و ذهنی روزه می گیرم. پاراسلسیوس که به همراه امپدوکلس و بقراط سه نفر پدران علم پزشکی هستند، پاراسلسیوس گفته روزه بزرگترین درمان و پزشک درون است.